امروز ما یک برنامه اخذ امتحان کنکور داخل خدمت یا پانزه شبانه را برای دیپارتمنت داخل خدمت ما در ولایت بلخ داریم که شامل ساتنمنان و افسران این ولایت میشه که امتحان در یک شفافیت کامل راه اندازی شده. سوالا قبلا توسط کمیته امتحانات اکادمی پلیس در مرکز ترتیب طور محفوظ محرم نشانی شده به ولایت بلخ انتقال یافت. هدف عمده و اساسی ما است که اوی در پلیسایی که به دلایل مختلف از تحصیلات باز ماندن اینا رو شامل پروسه تحصیل بکنیم و به می لحاظ پانزه داخل خدمت در چوکات قماندانی اکادمی پلیسی شهید استر پاسوال عبدالرازق ایجاد شده. ما از تمام افسرهای پلیس خود خواهش میکنم که به ارتقای ظرفیت خود به فراگیری علم باید قطعا باید توجه بکنند، چون بدون آموزش بدون فراگیری دانش ما قطعا یک پلیسی خدمتگزار نخواهد بود.